السلام علیکم بینندگان عزیز. اینک ما در دهه زیبا منظری در بند ناحی بایسون قرار داریم. بهر دیدن یک مرد شریف ایندیار، قهرمانی وطنی ما، اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی شاه مردان همراه به خاندان تشریف فرمودیم، به خاندانشان، و اینک حالا به دیدار بینی هم استاد هم قهرمانی زمان ما نشتابیم. ما در خانه‌شان قرار داریم. حالا السلام علیکم. السلام علیکم. علی بابا جان نقص هستید می سلامت. سلامت. شکر خدا نقص هستید. سلامتتان خوب. سلامت. صحت و سلامت. سلامت. اینجا امان هستید. خدا نازد. شکر. خیلی یک دعا کنید. آمین. الهی صاحب سلامت باشید. فرزندای راست بینید. خدا پامش نگه دارد. دعای ما صاحب سلامت گردید. الله اکبر. بینندگان عزیز، این کس شاه مردان همراه یک نفر آموزگار بسیار هم فدایی، یک نفر اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی که امروز در ناحیه بایسون یگانه نفری هستند که حالا در قید حیات در اطراف نبیرگان فرزندان گشت پیری میرانند. از 100 سالگی گذشته امروز به چند در آمدید؟ به 104 و قدم مانده منکه دولتی پیری میرانند. در تمام ولایت سرخاندریا بودشو 2 نفر اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی ماندند که یک نفرشان و همین بابای عزیزی ما همراه شاه مردان هستند. این مدال هایی که شما گرفتید در کدام محاربه ها، در کدام جنگ ها شما به شما مکافات آنیدند؟ من سیوم Третий Белорусский фронт, маршал Рокоссовский, командующий. Танковый, космий танк. همراهی جنگ گرفت. مارشال رکاسوفسکی گفت که 6 ماه میخونید گفت. Третий Белорусский фронт разведка مکتبش بوده 6 ماه خوانند. 6 ماه خواننده متخصصی разведка идут. من کشمیر یا سیوم بلاروسی اوکراینسکی و در جنگ چند بار زخم دار شده گفتید؟ چند بار زخم دار شده در جنگ؟ تیر خوردید؟ چند بار تیر خوردید؟ 5 بار یاره دار شدم. 5 بار یاره دار شدم. 5 بار رانین شدم و سبک کلینسکی این اساسش کلینسکی ایلی کیولوکی میگوید. کلینگراد حاضر جنگ برومدیم اتاکابا Stalin گفت که Jeśli ci gów moją prikaz.
Вот бежим приказ товарища Сталина. 6 часов утра. ها من خدا دیجی. ها فرمان داد. علی تامور آمد. 3 مرتبه گوارید مسکو. گوارید مسکو. گوارید مسکو. Слушайте приказ Сталина. Бейте, говорит, из 4 сторон. خلایی کنزبرگ بود. بیت شراختران اول گفت که اجازه مایی برکت ساعتی 4 فرمان داد تا 6. 4 تا 6 2 ساعت از 4 طرف ارتلریه، پوشکه، کاتیوشا، مینامет, 120. Hani gidi? هشتمی مای. 8 مای شد. اول چطور بودیم؟ بچه ها آمد. و نکن جلد. 9 مای اعلام کردن. غلبه من حاضر غلبه من که 9 مای 80 سال می شود. 80 سال غلبه جشن میگیریم امسال در سر تا سر مملکت های سابق اتحادیه شوروی، مملکت های مستقل از جمله در ازبکستان. من صمیمانه تبریک میگم شما را از نام تحریر روزنامه آوازی تاجیک، از نام تحریر روزنامه خاور. 80 سال شده؟ 80 سال است. من بعد از 2 ماه 80 سال می شود. آیا من حکومت های محلی محله آمده از حال شما خبر گرفته میستند یا نه؟ همچون اشتراکی جنگ بزرگی وطنی خبر گرفته است. غمخواری دارند؟ محله ما هر دوی میبید خبر میگیرد، مکتب خبر میگیرد. افسوس افسوس پا نیسته. نه من هست خدا بشکره. حالی پا کار نمیکند. کمی باشتون اخبار دوبار اومد ولایت یاردم کردین. حاکمی ولایت حربی کمیسری باشتون اومد. حاکمی ترمیز پدرکا پرسنسلین. البته شما برین اشتراکیان جنگ برای ما قهرمانی کردیتان، جانساری کردیتان، برای به همین روزها رسیدنی مایان شما سببگار هستیتان، وطن را حمایت کردیتان. ما با شما فخر میکنیم بابای عزیزم. لایم با چند سال دیگر عمری دراز بینیدند، اطراف نبیرگان فرزندان باشه دعاگو باشدند. ازبکستان پرزیدنت برآمد. پرزیدنت ما دعای خبر گرفته میکنند، غمخواری میکنند. در حق من پرزیدنت، در حق من همین خلق ما یک دعا کنید باب جان. شما به سلامتی، عمری دراز،
sog' salomat bاشید. کارتان موفقیت. خدا دائما پناهش نگه دارد. الله اکبر. بینندگان عزیز، زنگ ما در حضور بسیار یک مرد شریفی همین دیار، قهرمان وطن، اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی در عرفه 80 سالی جنگ بزرگ وطنی آمده به صحبتشان بهره‌مند شدیم. از این پیش هم ما چندین بار به صحبت این مرد شریف بهره‌مند شده بودیم و مقاله ها هم آماده کرده هستیم و نصیب باشد باز مقاله بسیار پرمحتوا چاپ خواهیم کرد و حقیقتا هم این کس یک فرزند اصیلی وطنی جاناجان ازبکستان ما هستند. بار دیگر جشنتان مبارک باشد. رحمت.